بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در حلقه گذشته ما درباره اجازت قتال و نازل شوی آیاتی که به پیامبر علیه السلام و به مهاجران و انصاری که در مدینه بودن اجازت قتال را میداد. حالا باشد درباره بعضی همون غزوه ها و سریه هایی که پیامبر طول 1 سال فقط از 1 هجری تا 2 هجری را کردن که عبارت از 8 سریه و غزوه هست. غزوه اونه که پیامبر در اون اشتراک کردن، سریه اونه که پیامبر کسی را برای جنگ میفرستادن، که یک گروه رو انتخاب میکردن، بالا اونها یک کس رو امیر انتخاب میکردن و اونها رو میفرستادن در جنگ. پیامبر برای خاطر همین غزوه ها یا برای این سریه ها مسلمانان را گفتیم که از یک نمود از جهت روانی آماده کردن بعد از 14 سال صبر در اذیت مشرکین بود. یعنی تصور کنید حالتی که در مکه داشتن، مشرک می اومد رویش رو توف میکرد، لغت میزد، شکنجه میکرد، دشنام میداد، زنش دشنام میداد، کودکش دشنام میداد، مسجد رو میبرد عذاب میداد. خیلی که سمیه با شوهرش یاسیر بردن عذاب دادن. یعنی کسی با اونها عکس العمل نشون میداد. یعنی که این 14 سال که به همین شکل زندگی کردن، شاید که در نفوس اونها یک نمود ذل و یک خوری را شاید که در نفوس اونها ایجاد کرده، در وجود اونها، نهاد اونها. بنابراین این چیزا یک بار برداشتن ممکن نبود. برای اون پیامبر علیه السلام پیش از جنگ های کلان، پیش از جنگ بزرگترین که مثلا جنگ بدر است، 8 سریه و غزوه کردن. خیلی گفتیم اول مهاجرای که در مکه اونها از این صبر 14 سال ظلم اونها صبر کردن، اونها رو مثلا میدان آماده میکردن، مثلا روشی رازویدکاری یاد میگرفتن، یعنی که معلومات جمع کردن، معلومات و استخبارات رو جمع کردن یاد میگرفتن و همینچنین بین اونها مثلا مشق‌های حربی میگذروندن. اینچنین به همین کارشون در دل دشمن وهم جوری میکردن پیامبر علیه السلام. یعنی که به همین مهاجرا از یک گروه بیچاره مستضعفه که همه چیز صبر میکرد، به همه چیز به یک نمون تحمل نگاه میکرد، مشرک میزد، تحقیر میکرد، دشنام میداد، همین رو تحمل میکرد، به یک لشکری منظم و یک دولتی که صاحب دولت است، یک گروهی که وطن دارد، دولت دارد. اگه دیگر تصور کرده میشه که هر جا که دولت شد حتما دولت باید شهروندان خودش حمایت کنه. بنابراین همین رویارویی که این صحابه ها در راه با بعضی قبیله ها میکردن، یعنی که اونها رو وادار میکرد که قبیله های دیگر وقتی اونها رو میدن وادار بشن که پیامبر از در صلح درآیند. وقتی مثلا میدن که پیامبر در اطراف و اکناف مدینه حرکت ها دارن، حرکت های خیلی گفتیم استخباراتی معلومات جمع میکنن درباره این قبیله، درباره اون قبیله، درباره گذشتن کار اونها و دیگر چیزها. با همین پیامبر علیه السلام برای قریشی‌ها رسما جنگ اعلام کردند. جنگ رسمی در مقابل قریش اعلام شد. دیگر علاقه بین مسلمان و کافر علاقه ظالم و مظلوم نبود. یعنی که نقش ظالم همیشه کافرها می‌بازدن، مظلوم مسلمان‌ها بودن در مکه. دیگر علاقه گویم که انسان مقهوری بیچاره مستضعف باید ظالمی دستور نبود. دیگر علاقه گویم که همتایی بود، دولت به دولت، لشکر به لشکر، عسکر به عسکر، به همین شکل یعنی معامله اونها مبدل شد. اینجا اگر همین 8 غزوه که گفته گذاشتیم، 8 غزوه یا سریه که شدگی است، همش ما البته در اطراف صحبت نمی‌کنیم. یک مثال از غزوه پیامبر میارم، از غزوه صفوان میارم، یا مثال دیگر از سریه نخله خواهیم مثال آورد برای شما. با همین اکتفا میکنیم دوست عزیز. خب در غزوه صفوان پیامبر علیه السلام خودشون برآمد. خیلی گفتم غزوه اون جنگی که خود پیامبر اشتراک میکردن. در این جنگ پیامبر علیه السلام برآمدن، چرا که یک قبیله از اطرافای مدینه اومدن جنایتکاران به مدینه هجوم کردن و بعضی مال و اموال مدینگان رو به یغما بردن. از قفای اینا پیامبر با همراهی همون صحابه‌شون برآمدن، لیکن اون رو دریافت نکردن و انسان گریخت و رفت. خلاصه این جنگ، این غزوه به یگان تلفات از یگان طرف یعنی که به اتمام رسید. اما جالبش این بود که پیامبر وقتی برآمدن جانشین خودشون در مدینه، یعنی که امیر مدینه رو زید بن حارثه گذاشتن. زید بن حارثه کی بود؟ یک غلام بود. یک برده بود که از دست به دست فروخته میشد. اما بین پیامبر چه خیلی یک انقلاب فکری در مدینه به وجود آوردن، در نیم جزیره عرب که اونجا مردم اشرافای مکه بودن، اشرافای مدینه بودن، انسان‌های پولدار بودن، انسان‌های با نسب و با شرف بودن، لیکن زید بن حارثه
غلام یا برده رو بالای خود همشون امیر قبول کردن. همه این چی بود؟ همه این مهنت پیامبر بود. این مثلا که در یک چند ماه، یعنی که این تقریبا 12 ماه پس از مدینه اومدنشون بود، قریب یک سال، مردم آماده کردن که بالای خود غلام رو هم وقتی دیدن که امیر است اطاعت میکنن، برای اینکه پیامبر گفته است که اطاعت کنن. این در حقیقت یک اون زمانی که مردم طبقه بندی بود و غلام بود و آزاد بود، یک انسان غلام که البته پیامبر آزاد کردن بعد بالای اونها امیر گذاشتن، البته چه خیلی گفتم یک انقلابی فکری بزرگ به حساب می رود. دوم برادر، سریه نخله یک بسیار سریه عجایب است که نبرد نخله میگوییم دوست، امیرش عبدالله بن جحش بود. یعنی که از دو جهت این سریه عجایبات دارد، یعنی که یکمش از جهت مکانش، دومش از جهت زمانش، سومش هم میشه گویم که از جهت دستور پیامبر علیه السلام. یعنی این یگانه سریه است که پیامبر علیه السلام انسان‌ها رو از مدینه مقصد گویم دعا دادن، گفتن برایت فلان طرف روید، لیکن دستورشون این بود که بعد از دور از نامه مرا خونه در اونجا معلوم است که کجا باید روید. یعنی پیامبر ببینید چه خیلی سر عسکری رو نگاه می‌داشتن، چه خیلی سر دولتی رو نگاه می‌داشتن و صحابه ها هم در همین چیز صادق بودن. یعنی که این غزوه یعنی که این سریه در جایی بود که از مدینه 450 کیلومتر دور بود، نزدیکی مکه، بین طائف و مکه بود. یعنی که اگر از جهت استراتژی میرم، اگر اینجا مسلمان‌ها از وطن خود 450 کیلومتر باید دور میرفتن، این چنین در نزدیکی، یعنی که تک بینی قریشی‌ها باید این کارشون رو انجام میدادن، همین به همین کار معامله می‌داشتن و غیر از این عددی اونها خیلی عددی کم بود، از مدینه خودشون دور بود. 12 نفر مکلف بودن، یعنی که عبدالله بن جحش همراه 12 نفر، یعنی که با عبدالله بن جحش 12 نفر از مدینه برآمدن، با مسافه 2 روزه رفتند و بعد نامه رو کشادن. برادر عزیز، ما گفتیم که دو چی دارد، ویژگی دارد، یکیش مکانی، زمانی. مکانیش برای چی گفتیم؟ برای اینکه از مدینه دور است، نزدیکی مکه است. زمانش برای اینکه در ماه حرام طغری گرفته این سریه. ماه حرام طبق قوانین جاهلیت عرب در اون زمان کشتن، جنگ کردن ممکن نبود. عرب ها همین چیزا همه میدونستن، بنابراین اکثرا در ماه‌های حرام حج و عمره میکردن تا اینکه در راه اونا رو کسی چپاولگری نکند، نکشد، مالشون نگیرد، چی نکند. بنابراین همین سریه در ماه حرام واقع شد. اکنون پیامبر وقتی اون رو گفتن که بعد از 2 روز کشاده بینید، شاید که بعضیشون دو دله میشدن اگر وقتی همین فرمان از اول از مدینه میشه که شما باید مسافه 450 کیلومتر روید، بنابراین پیامبر گفتن که 2 روز مسافه راه روید، بعد از اون کشاده بینید. عبدالله بن جحش گفتن که کشاد، بعد وقتی نامه پیامبر علیه السلام کشاد، نوشته شد که در اونجا راه وقتی نامه رو کشاده دیدی، گفت اگر این نامه رو خوندی به نخله رو بین مکه و طائف کمین گیر و از کاروان برای ما خبر معلومات جمع کن. کسی رو مجبور به رفتن نکن. من اینجا برای شما ترجمهش خونده اسلام دوستا. عبدالله وقتی اینو خوند گفت که لا حول ولا قوة الا بالله، و بلشکر گفت کسی از شما شهادت در راه الله تعالی رو دوست می‌دارد از جاش خیزد. اما کسی که مردن براش بد میباشد، معقول نیست بازگردد به سوی مدینه، چون که پیامبر گفتن که اختیار ته برای اونها، کسی خواهد که بنده بازگردد. اما 12 نفر همگی گفتن که نه ما میرویم. خب همگی رفتن در نزدیکی همون نخله که خیلی گفتیم به مکه نزدیک بود، بین مکه و طائف بود. وقتی اونجا رفته رسیدن، آخرین شب ماه رجب بود که رجب ماه حرام است. آخرین شبش بود، بعد از اون ماه جمادی می‌درآمد، جمادی الاول، که ماه حرام نیست. خب مسلمان‌ها دیگر اینجا ایستادن، کمین گرفتن، دیده ایستادن که 4 نفر فقط کاروان را حمایت دارند. عدد مسلمان‌ها باشد اونجا 12 نفر است، یعنی که با آسانی میتونستن که کاروان زیر تصرف خود دارن. اما عجایبی کار این بود که برادرها، اینجا ماه حرام بود، آخرین ماه حرام بود، چیکار کنیم؟ یعنی مسلمان‌ها به تشویش انداختن، به تشویش افتادن. یعنی که در اینجا خصوصا همه عبدالله بن جحش خیلی انسانی ضرر دیده، جبر دیده کلانترین بود که ابو سفیان خانه این مرد که فروخته پولش تصرف کرده بود. یعنی خیلی میخواست که همین کارونو به دست بیاره تا اینکه اخلاً یعنی که همون خانه‌ای که فروخته است قسماً جبران کرده شود در خانه‌اش. خب اینجا یک پرسش دیگری میاد که آیا مسلمان‌ها قانون را رعایت کنند؟ یعنی که قانونی که در اون زمان میتونم گفت که قانون دیپلماتی بود بین قبایل. در زمان جاهلیت هم پیامبر قانون‌های اونها رو ویران نمی‌کردن، عادتاً قانونایی که مثلا تنظیم بین قبیله و قبیله و تنظیم می‌دارن. این چنین
یا اینکه اون قانون زیر پا کنه تجاوز کنن بالا قانون، چیکار کنن؟ این فرصت از دست ندهیم، یا اینکه فرصت از دست دهیم برای حرمت قانون شده چیکار کنیم؟ یعنی که موی حرام اگر حرمت چه رعایت میکنن در این حالت چی مالهایی که مصادره شده است اونها نمیتونن که جبران کنن. یعنی که این پرسش اونها رو حیران کرد و مجبور شدن که در آخر اونها با هم مشوره کنن که چیکار کنیم. آیا حرمت ما را رعایت کنیم یا اینکه هجوم کنیم مال ملکای خودمون قسماً هم باشد جبران کنیم گیریم. خب خلاصه مشورت تمام شد و آنها تصمیم گرفتن که هجوم کنن و هجوم کردن. یک کافر رو کشتن، یک دیگرش گرفت رفت، دو نفر دیگرش اسیر گرفتن. یعنی که کاروان با دو اسیر به مدینه آمد. وقتی که اونها همین کار کردند، وقتی که اون یک نفر رفت و با مشرکای مکه خبر داد، دیگر آسمان و زمین دیگر با هم چسبوندن به اصطلاح. یعنی که واکنش قریش‌ها چه بود؟ اگه قریش دیگر لباسی شرف و ناموس و حقوق بنیادی و حقوق خودش پوشیده میگفت که اینو قانون ما رو تجاوز کردن، اینها مای حرمت رعایت نکردن، اینو فلان کار کردن، دیگر رسانه قریش شب و روز دیگر شروع کرد به سیاه کردن مسلمان‌ها. یعنی کی درباره حقوق انسان گپ زده است؟ کی درباره حرمت قانون گپ زده است؟ قریش. میدونه کدام قریش؟ قریشی که در خانه کعبه، در اطراف کعبه تا نباتات کندن ممکن نیست، حشرات کشتن ممکن نیست، حیوان صید کردن و کشتن ممکن نیست، انسان شکنجه میکرد زیر آفتاب تسبون، انسان میزد، موی سفید میزد، کمپر میزد، زنک میزد، کسی رو رحم نمیکرد. امروز داد از شرف میزنند و داد درباره قانون و قانونگذاری گپ میزنند، درباره حقوق و حقوق بنیادی گپ میزنند. همینا بودن که شب و روز 10 سال بود که این قانونی همون بین قبیله رو اونو تجاوز میکردن، شب و روز مسلمان رو میزدن، شکنجه میکردن، عذاب میدن. امروز یک باره که دیگر مسلمان همین قانون شکست کرد، همه جا کار نکشتن. خیلی که امروز است، مثلا یک مسلمان وقتی خطا کرد، یک ریشتور یک خطا کرد، یک مسلمان یک نامعقولی کرده مون دیگه به خطاگی، تمام رسانه‌ها میگن که بی بی سی هم اونجا هست، رادیوی آزادیش هم اونجا هست، با دیگر رادیوهای دیگرش هم اونجا هست، تلویزیوناش همش هجوم میکنن به مسلمان. لیکن همون کار غیر مسلمان کنه دینش ذکر نمیکنن. گویا که فقط مسلمان وقتی جنایت میکنه باید دینش گفته شود، غیر مسلمان اگر جنایت کنه دینش گفته نشود. فقط برای چی؟ برای سیاه کردن مسلمان. این سیاست از زمان قریش بود برادر عزیز، باید خفه نشد اصلا. باید تاریخ ناز عمر و خفه نشد. قریش این کارو کرد، حاضر پیروای قریش هم همون کار کرده است. یعنی که این روش ظالم است. ظالم روشش چی است؟ هر وقتی که قانون به فایده خودش باشد تمام جور میزنه و وای میکنه، تمام رسانه‌ها رو مسخر میکنه برای همین چیز. و هر وقتی که قانون به فایده مردم باشد، به فایده بیچاره مظلوم باشد، در این حالت هیچگاه و قانون را رعایت نمیکند، همیشه قانون را زیر پا میکند و همون قانون همیشه تجاوز میکنه با انسان. یعنی که امروز بین همین عالم همین روزا رو ببینیم چه خیلی است برادر. یعنی که وقتی که عالم با خوبی نظر میکنیم، از یک طرف آمریکا، از یک طرف روسیه، ایناش وقتی بولی خونی مسلمانو میریزد هیچ کس خواب میکنه، همه خواب گم نیست. وقتی خون یک اروپایی ریخته میشه تمام دنیا وای میکنه. کجا هست قانون و کجا هست حقوق بشر؟ چرا اگر انسان موش زرد چشم بود یا اینکه نژاد سفید وفات کند کشته شود، اگر وای چی است؟ مظلوم است و بیچاره است. وقتی که مسلمانی که موش سیاه است، چهرهش گندمی است، وقتی کشته میشود یگون دم نمیزنه. بالا شد تمام نمودی بمب‌های تجربه میکنن، هیچ کس کار نداره با اون. چرا؟ دوخورگی، سیاست دوخورگی، سیاستی که ابو جهل و ابو لهب و همونا اساس گذاشته بودن. عیناً همون سیاست حالا رفته است. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. وای بر حال مطففا. مطفف کی است؟ همون آدمی که دو ترازو دارند. یک ترازو برای خریدن خودش است، یک ترازو برای مردم فروخته از ترازو از کیلو زدن است. مطفف همین است، دوخوره هست همیشه. خب خلاصه واکنش پیامبر چه خیلی بود؟ این واکنش مشرکای قریش ها بود. واکنش پیامبر چی شد؟ پیامبر ناراحت شدن. یعنی که هیچ وقت پیامبر قانونش رو تایید نمی‌کردن. خصوصا این عرفی اون زمانه بود. پیامبر خیلی ناراحت شد از این کارونه. لیکن من گفتم شما نگفتم که جنگ کنید. من شما رو گفتم که روی کاروان کمین گیره بینید، معلومات جمع کنید در اطرافش، یگون کار نکنید اونجا. یعنی که پیامبر با اونها اینکار کردن، دستور جنگ ندادن. گفتم برای شما اینها برای پیامبر کاروان غنیمت قبول نکردن، اسیر هم دیگر گفتن قبول نکردن و منتظر وحی شدن که الله تعالی چی وحی نازل میکنه که چیکار کنیم درباره این مشرکایی که اینجا اومده است. یعنی که این دو اسیر و اون مالکی
غنیمت گرفته شد. صحابه باشن سرزنش میکردن چون این کارو کرده؟ نمیدونه که ماه حرام بود شما این کارو کرده؟ یعنی که هم به شورای 12 نفره را سرزنش میکردن. قرآن آمد و بیان کرد، نازل شد تا اینکه گروه مظلوم را تأیید کند. الله تعالی گفت یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، یعنی تو را درباره جنگ در ماه حرام بپرسن. قل قتال فیه کبیر، در این ماه جنگ کردن نبرد کردن بسیار گناه کبیر از گناه کلان است. لکن گفت وصد عن سبیل الله و کفر به والمسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله. یک جنایت مشرکای مکه را الله تعالی نامبر کرد. گفت که از راه خدا را پیشگیری کردن، کفر به خدا آوردن، در مسجد الحرام نامقلی کردن و مردم مسلمان از اونجا بیرون کردنشان گناهش بزرگتر است در نزد الله تعالی از جنگ کردن در ماه حرام. و الفتنه اکبر من القتل، یعنی که فتنه اینجا معنی شرک است. شرک بزرگتر از آدم کشی است. یعنی که شرکی که مشرکان داشتن از این آدم کشی که مسلمان‌ها در ماه حرام کردن گناهش بزرگتر است گفت الله تعالی. خب یعنی که تمام سر و صداهایی که اونجا برداشته شد همش قرآن گفت که همش سر و صداهای خالی هست، بی معنا هست، مشرکان اینجا دخورگی دارند. خب با وجود اون که درست در این ماه جنگ کردن جنایت بود و جنایت هست، لیکن گفتن قریشی ها یک نمود جنایت ها رو مرتکب شدن که کاتگوری مخصوصا وزنی ندارد و مخصوصا گناهی وزنی بود. بنابراین این کاری که اینا کردن جنایت هم باشد از جنایت قریش ده پایین تر است. یعنی که کفر به خدا وزنین تر است جنگ در ماه حرام است. شکنجه و آزار و اذیت مسلمان وزنین تر از جنگ در ماه حرام است. یعنی که همه این جنایت که قریش شب و روز در طول 13 سال باری مسلمان رو در مکه میکرد، یک بار بیچاره مسلمان اومد و خطا کرد که دیگر هم جو رسانه ها واهمه سر کرد. از این پیش همین فرعون هم این کار کرده بود. مثلا فرعون دعوا میکرد که موسی در روی زمین فساد کردنی است. میگفت که ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه، من هم موسی کشم. فرعون یک انسان دیکتاتور، یک انسان ظالم قلدر، باز خودش بیچاره میگرد و انسان رعایت کننده حقوق بشر میگه که من هم نکشم. گویا که مشورتشو میتونه که دستش نگه دارن از قتل موسی. با گفت بود چی گفت بهانه؟ اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر دیناتون رو دیگر میکند. میترسم که دین شما رو دیگر نکنه، فکر شما رو دیگر نکند، یا اینکه در روی زمین فساد نکنه. در این فرعون که برای موسی شده هزارها کودک نوزاد همیشه که موچش میافتید میکشتن اگه پسر باشه. میومد درباره شرف گپ میزد، دیگر ناموس گپ میزد، درباره حقوق گپ میزد، درباره فساد در روی زمین گپ میزد. فساد مگر بلندتر از کودک کشی هست؟ کودک نوزاد گناه نداره، توی معلوم هیچ کار حقا گریه نکرده، یا گریه کرده نکرده و میکشتن نامردم. با اومده اینجا درباره شرف و درباره حقوق و دیگر چیزا صحبت نکنه. خلاصه قرآن برای ما یک درسی مهم از همین قصه داد. یعنی که گفت که همه چی هیچگاه نمیتواند نمونوی باشد، مثالی باشد. گویا میشه که در نتیجه ضرورت مخالفت های حاصل می شود که همین فقها علمای قاعده فقهی با قاعده دفع اکبر الضررین و جلب اکبر المنفعتین به همین قاعده خلاصه میکنند. یعنی ممکن است که ضرر تحمل کرده شد برای دور کردن ضرر. خب الله تعالی به این اکتفا نکرده، برای اینها نشان عالی ترین اون زمان رو برای اونها الله تعالی هدیه کرد و گفت والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم. یعنی اونهایی که ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن در راه الله تعالی، اونها امید به خدا دارن و خداوند غفور و رحیم است. یعنی که همین کاری که اونها کردن خدا بخشید به همین چیز. خب پس پیامبر کاروانو گرفتن، بعد اون اسیرای به فدیه عوض کردن و با همین قصه نخله به آخر میرسد. خلاصه همین از قصه نخله و درس ها رو ضمن درس ما گفتیم که از اینجا چی عبرت ها رو ما گرفتن ممکن بود. اگر درس خوب گوش کرده باشید همه اون برای شما معلوم شد و امیدوارم که درسی به فایده باشد و الله تعالی برای ما و شما اجر نویسد. تا حلقه آینده شما رو به پناه الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.